کدوم اصفهان، کدوم آب و هوا، کدوم اصفهان، کدوم نصف جهان، کدوم شهر گنبدهای فیروزه‌ای. تو این شهر دیگه هیچ گنبدی فیروزنی. اصفهان شده پر دود، کجاست اصلا رود زاینده رود. نصف جهان بودیم یه روزی، الان چی؟ شهر ما زد سوزی. آلودگی ویروس حق ما نیست. اصفهان دیگه جای زندگی نیست. این شهر نه آب داره نه هوا. یکی بگه چی لازمه اصلا واسه بقا. حق اصفهان این نیست و نبوده. خودت ببین این رود زاینده روده. چیه دلت واسه شکست؟ پس بیا تا ببینیم فرو نشست. اصفهانم جز این وطنه، تو همه شرایطون پیش قدمه. جنگ شد ما دادیم 23,000 شهید، ولی انگار کسی چیزی رو ندید. از چی بگم؟ هوایی که خفه است، از دود خشکی مازوت یا فرو نشست. از ترکای آثارش بگم یا خشکی تالابش. محمد خوشویی. ما فقط 2 روز هوای کاملا پاک توی اصفهان داشتیم، از ابتدایی 1400 تا حالا.